یکی از قدیمی ترین دسرای گیلان و ایرانه. بهش میگن چی؟ برف و دوشاب. خیلی خفن و خوشمزه میشه. جاتون حسابی خالی. اگه میخواین برف و دوشاب بخورید سعی کنید برف خیلی تمیز استفاده کنید، یا تو ارتفاعات برید یا برف رو کنار بزنید. اینم ارب دوشابه، مخلوط شیره انگور و شیره خرما، جفتشه، محلیه. شما میتونید هم از شیره خرما استفاده کنید هم از شیره انگور. خوشمزه است. جاتون حسابی خالی. دوستان عزیز، برف و دوشاب نمیخورین؟ برای شما حاج خانم خیلی مهمه ها. خواهش میکنم. به به پر عشق باشید. بچه‌ها همشون برف و دوشاب رو دوست داشتن. بفرمایید. نفر بعدی. سلامتی. برای شما. برای شما. آقا علی برف و دوشاب نخوردین؟ وای. سلام. فهمیدم. یه بار دیگه من